هلو دوستان، حالتون چطوره؟ من رضا ام. خیلی خوش اومدید به چنل من. امروز قراره که با هم توی این ویدیو بریم سراغ ساخت اسلحه پلاسما. اسلحه بهش نمیشه گفت، ولی یه چیز خیلی جالبیه که با گاز کار میکنه. داستان از این قراره که گاز توی یک لوله‌ای در جریانه، گاز میاد میره، بعد توی مخزنی مثل بطری جمع میشه. زمانی که جرقه میخوره از اونجا با فشار میاد آتیش میره و نقش قشنگی ایجاد میکنه و با فشار میزنه بیرون. بریم هم ساختش رو ببینیم، یاد بگیریم و همین دیگه، بریم که داشته باشیم. خب اول از همه تا اینجا ویدیو که اومدی لایکو بزن، چنل من هم اگه نداری ساب کن، زنگوله کنارش هم بزن که ویدیو که گذاشتم اولین نفری باشه که میبینیش. اول از همه بریم ببینیم چی لازم داریم. اولین چیزی که لازم داریم بطریه و بعد لوله استیل که نباشه هم زیاد واجب نیست، یک کپسول گاز، یک شعله افکن که به این کپسول گاز وصل میشه. قیمت شعله افکن فکر کنم یه شعله‌شه 170 تومن بود که من گرفتم و کپسول 50 تومنی. و بعدش لوله شلنگ تراز سایز 3/4 اگه اشتباه نکنم میخوایم. حالا چرا تراز؟ چون که شفاف و قیمت پایین‌تری داره. و بس کمربندی میخوایم. یه چیز مهمی که یادم رفت بهتون بگم اینه که این کار اصلا توی خونه انجام ندید. اگر انجام میدید با کمک والدین، اگرم بزرگید که هیچی دیگه مراقب باشید. توی این مرحله دوم ما نیاز به یک بدنه داریم که اینا روش سوار بکنیم. مسئله که داریم، من از MDF 32 میل استفاده کردم، برای همین رفتم پیش بابام و این MDF رو به نقش یک تفنگ در آوردم و برشش دادم و بعد اینکه برشش دادم آوردم و دونه دونه وسیله ها رو روش سوار کردم. و اینجا میریم برای سنباده کاری، یکم لباش اینا رو گرد بکنیم، خوشگل ترش بکنیم و شکل شمالی شیکی بهش بدیم. حالا بعد اینکه سنباده کاریمون تموم شد و یه سری کارا رو انجام دادیم، خوشگل کردیم بدن رو فعلا موقت میذاریم کنار رو میایم به سر شلنگ یکم حرارت میدیم. یکم حرارت میدم و خود شعله افکن رو میذارم توش تا فیکس بشه و اوکی بشه. حالا میام و شلنگ رو به صورت موقت روی بدنه و واسه آمده میبندم تا ببینم کجا قراره بیاد، چجوری قراره بپیچه، شعله افکن کجا میاد و بطری کجا میاد. حالا باید ته بطری رو یه دونه سوراخ بزنیم که شلنگ ترازمون بره توش، یعنی از پشت بره توی بطری. حالا میایم سراغ سنگ فرز و یه تیکه از لوله استیون رو برش میدیم 10 ثانیه یا 15 ثانیه، زیاد بزرگ نباشه که احتراق توش پیچ نخوره، راحت بیاد بیرون. 10 ثانیه به نظر من بسه. من یه چی حدودی بریدم.
بعدش میایم و سر بطری رو برش میدیم تا لوله سیل بره توش. ولی اینجا من یک اتفاق برام افتاد، این بود که من یکم بزرگ بریده بودمش و مجبور شدم با چسب و فلان و اینا یکم لوله رو بزرگترش بکنم و توش جا بکنم. با هر چی چسب قطره‌ای رازی فلان هر چی که دارید آب بندیش میکنیم سرشو. حالا بعد از اینکه ما لوله سیل رو با بطری که کردیم میریم تا شلنگ ترازمون رو از پشت بذاریم توی بطری. همونطوری گفتم با هر چسبی که دارید آب بندیش بکنیم تا گاز از جایی نشتی نده. بعد اینکه آب بندیش کردیم ما فقط سوارش میکنیم روی بدنه و یه تست خیلی ریز ازش میگیریم. بریم ببینیم. همونطور که توی تست ها دیدید کار خیلی خوب در اومد، موفقیت آمیز بود و چیز باحالی در اومد در کل. یه نکته فقط بهتون بگم، اگه این اثر رو شما درست کردید حتما حواستون باشه که زمانی که دارید کار باش میکنید توی به قول خودمون شلیک میکنین بطری رو یکی دو که شلیک کردین بزنین سرد بشه بطری، چون داغ که بشه یهو میبینید جمع میشه. اگه دقت کرده باشید توی ویدیو بطری از آبی به سبز تبدیل شد و من توی تست ها موقعی که داشتم ویدیو رو میگرفتم اینجوری شده یهو بطری جمع شد و داستان شد برام. اینجوری باید کلا بکنم میذارش کنار. تا اینجا ویدیو که اومدی اگه لایک نکردی ممنون میشم لایک بکنی، کانال منو ساب کن، زنگولش هم بزن، کامنت هم حتما برام بذار که اگر ویدیو نقصی چیزی داشت بهم بگی که ویدیو عالی تری برات بذارم. و ممنون میشم که حتما حمایت بکنید. این ویدیو اولین ویدیو کانال منه، حمایت شما باعث دلگرمی بنده است، باعث میشه که محتوای بهتری در اختیارتون قرار بدم. خیلی مواظب خودتون باشید، دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.